خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ برم آمریکا. آمریکا یا آلمان؟ آمریکا. خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشه، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز دم اثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفته باید پیوند مغز استخوان بزنیم، درست میشه اگه پیوند مغز استخوان. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پات هم هست بس. نرسید رزم یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ چی نه بابا با سیمچین؟ ایوا مجبور بودم یا میشکست ایزگیل. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون تومان. معلوم